این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای لنگ در هوایی که این دم آخری به امید درمانی رو آورده و میخواد با این روزه های دل خوش کنک خودش رو سرپا نشون بده. اعلام کردن که ایران تابستان داغی خواهد داشت. مقصودشون این بود که ما در تابستان به سراغ ایران میریم و نقشه های ما در ایران تحقق پیدا خواهد کرد. یعنی همین اختلاف و دعوا و اینو بکش تو خیابان و اونو بیار توی عرصه و این گروه با اون گروه، اون گروه با اون گروه، جنگ را میندازیم، دعوا را میندازیم. هدفشون این بود. به کوری چشم اونها تابستان امسال که از بهترین تابستان‌های سال بود. بله خیلی تابستون خوبی بود. این هم یه شات کوتاه از تابستون خوب 97. شیخ فری هم برای اینکه از عظما عقب نیفته خودش رو انداخت وسط تا با ادامه سریال خالی بندیاش نظام و دولت خودش رو به راه نشون بده و ضرب زلزله‌ای که تو راه رو بگیره. و خوشبختانه هم بانک مرکزی، هم بخشای دیگر اقتصادی و هم مردم عزیز و بزرگوار ما به گونه‌ای عمل کردند که کاملا برای همه دنیا و برای داخل کشور ما محسوسه که آرامش مردم بعد از 13 آبان مقداری بیشتر شده و همه تلاش ها اینه که این آرامش رو ادامه بدیم و بتونیم مشکلاتی که روی دوش مردم هست این مشکلات رو بکاهیم. این موفقیتی که شیخ فری هی داره پوزش رو میده یه چیزی تو این مایه هاست. این داستان امید درمانی یا بهتره بگیم دروغ درمانی این روزها تو نظام اپیدمی شده. یعنی هر کی از راه میرسه حرفش اینه که ما خیلی پیشرفت داشتیم و همین که یه روز دیگه هم گذشت و سرنگون نشدیم خودش خیلیه. از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی پیشرفت در زمینه‌های مختلف، زمینه علمی، در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی، در هر زمینه‌ای ما پیشرفت داشتیم با تمام وجود مشکلات و توطئه‌ها، ولی ما پیشرفت‌ها رو نمیتونیم نادیده بگیریم. کافیه کمی تحلیل و بررسی کنیم. و حالا توجه شما رو به یکی از این پیشرفت‌های عمیق علمی جلب می‌کنیم. ایرانیان از تحریم مترسنی. بیا ببین دستگاه پاک کردن تخم آفتابگردان سانتریفیوژ آفتابگردان در کسری از ثانیه. از دروغای پوشالی که بگذریم میرسیم به اصل قضیه، یعنی اعتراضات کارگران و تلاش پاسدارهایی مثل این عباسی برای ماسمالی کردن قضیه. یه اتفاقاتی افتاده، ما تمام قد از مردمی که مشکلات معیشتی دارن دفاع میکنیم. ما تمام قد از مردمی که به خاطر احقاق حقشون در برابر بخش‌هایی از حکومت ایستادن، ما به عنوان سخنگوشون از موضعشون دفاع میکنیم. یک راه هم بیشتر حل مشکلات شما مردم ندارد، اونم همونی که فرمود اقتصاد مقاومتی. منظور این پاسدار مفتخور از اقتصاد مقاومتی اینه که خودشون بخورن و مردم حتی در تهیه یک وعده غذای ساده با تخم مرغ هم مشکل داشته باشن. شانه‌هایت را برای گریه کردن دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم.
منظورم باشونه تخم مرغه. یعنی الان با این وضع گرونی تخم مرغ آدم فقط میتونه سرش بذاره رو شونه تخم مرغ، گریه کنه، خودش خالی کنه. خودت خالی کن. یعنی شرافتن الان چند ساله اگه گذاشتن یه املت خوش از گلو ملت بره پایین، تخم مرغ ارزون میشه، رب گرون میشه، رب ارزون میشه، گوجه گرون میشه، گوجه ارزون، ای دوتا گرون میشن. وای چه خبره؟ یعنی ما الان حتی شک دارم ممکن اصلا خوردن تخم مرغ و املت خلاف منافع ملی باشه. اگه اینطوری آقا نپیچونید مانه دیگه، بگید املت نخورید، بگید. بخون عزیزم بخون. شانه هایت را برای یکی دیگه از جلوه های اقتصاد مقاومتی یارانه است که مردم براش اینجوری دست گرفتن. یارانه یارانه با تو زندگیم شاهانه، یارانه یارانه دنیا با تو گلستانه، یارانه یارانه با تو زندگیم شاهانه. عشق من توی تو، عمر من توی تو، حق من توی تو، حقوقم توی تو، به امید تو من وام برداشتم. یارانه یارانه با تو زندگی شاهانه، یارانه یارانه دنیا با تو گلستانه. خلاصه این که نظام در بحرانه و بوی انواع و اقسام جام زهرا به مشام میرسه. در شرایطی که 65مین قطعنامه نقض حقوق بشر علیه آخوندها در مجمع عمومی ملل متحد تصویب شده، ببینید این مم جواد ظریف چه قپیایی میاد. با اعتقاد عرض میکنم رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی یک تکلیف قانونی نیست، یک امر اخلاقی نیست، حتی یک وظیفه اسلامی نیست، بالاتر یک ضرورت ادامه حیات این کشور. این به خاطر اینکه دنیا عوض شد. بله، حقوق بشر تو نظام قوقا میکنه، اما وقتی مردم میخوان از حقوقشون استفاده کنن با چنین وضعیتی مواجه میشن. علالحساب برجام آخوندها به فنا رفته و بر سر همین برجام نیمه کاره دارن میزنن تو سر و کله هم دیگه. طرف مقابل میزنه زیر میز، خارج میشود. تا امروز که بیش از 6 ماه گذشته اروپا حاضر نمیشود بگوید رفتار اون نقض برجامه، حاضر نمیشود اونو محکوم کنه. خیلی که لطف میکنه میگه بله من تأسف عمیق خودم رو اعلام میکنم. این همون اروپایی است که 3 ساعت بعد از خروج آمریکا برجام سران 3 کشورش میان اطلاعیه میدن و همون مباحث رو به شکل دیگه مطرح میکنن. دولت انگلیس باید جواب بده. این هم وضعیت عظما در مواجهه با برجام اروپایی. Okay, let's go. وقتی دود و دم کنار میره و کفگیر دروغ درمانی به ته دیگ میرسه، اون وقت اصل حرف رو میاد که چیزی جز فاز سرنگونی نیست. ببینید این عضو استبل ولایت چی میگه. اونجا گفته آقا این مجلسی که من دیدم 50% دنبال فروپاشی جمهوری اسلامی هست. سندت 50% ایران دنبال حمایت از فتنه 88 و سران فتنه. وقتی نصف اعضای مجلس خواهان فروپاشی نظامن، احتمالاً همین الان یه چنین بلاهایی سر نظام میارن.
این پاسدار قاسمی هم به مرض گاوگیجه دچار شده و مونده با شیخ فری و جماعت جام زهری در بیفته یا جذبشون کنه. یه هنری که یه جوری تو صحبت کنی گوش بیاد همه بیان بهت رأی بدن. تو چه کردی؟ تو قوها کردی. تو این امت علی براشون زیاده و علی در هر شرایطی مقصره. هسته‌ای نداشته باشیم مقصره، داشته باشیم مقصره. موشک نداشته باشیم مقصره، موشک داشته باشیم مقصره. وضعیت خوب بشه مال خودشونه، خراب بشه علی مقصر. علی در هر شرایط مقصر و حاضر نیستن حماقتشون رو همه جان خالی جان بپذیرند. اینو مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خود همه جان، مرگ بر خود خاله جان. حماقت تو رو من باید جواب بدم. اینجاست که آقا جان پریروز فرمود آقای سعید قاسمی این که تو میگی ما هم باید بیایم کف خیابون شعار بدیم نابودی رئیس جمهور رو و سیستمش و اینها رو، تو علی تو پازل دشمن بازی میکنی. تو حسن عباسی رحیمپور ازغدی اینا همه اومدید گفتید مردم با شما هم باید برید کف خیابون مطالبات داشته باشید. کشی بشه یارو بره کجا بره؟ همه دو پاسه سه پاسه بره بغل بنی صدر بدون محاکمه تدبیر کرد. 100 روزه قرار بود بهینه بکنی بعد ما. آیا این دروغگو نباید محاکمه بشود؟ مشنگستان این هفته رو با حرفای این جوجه آخوند شروع میکنیم که تازه یاد تبلیغ امامش افتاده و اینجوری برای خمینی روزه میخونه. ایشون میفهمدن من یه سفر مشرف شده بودم حج، داشتم توی یکی از این بازارهای مکه میچرخیدم، قصد خریدم نداشتم. حالا اونجا شما رفتید دیدید دیگه، کسی اگه حتی قصد خریدم داشته باشه محلش نمیذارن، از بس مشتری زیاد میاد. و چه برسه به این کسی که اصلا قصد خریدم نداشته. دیدم یکی از این کاسبای سنی بازار مکه اومد بیرون، منو احترام کرد، برد تو مغازش چایی آورد و تحویل گرفت و گفتم چی شده شما اینقدر برای ما احترام قائل شدی؟ گفت من از لباس شما خوشم میاد. گفتم مگه لباس ما چیه؟ گفت شبیه لباس امامه. من خمینی دوست دارم چون که او هم خم است و هم می است و هم نی است. این هم واکنش جوانهای هموطن به خمینی دجال. این حجت الاسلام پینوکیو هم برای حل مشکلات اقتصادی به جعل حدیث رو آورده. یه جوانی گفت آقا به خدا من خیلی فقیرم، ندارم فرصت هم ندارم طلب. حضرت داشتن کنار یه باغ زیتون رد می‌شدن، فرمودن چقدر می‌خوای؟ گفت آقا هر چی بیشتر. حضرت دستشون رو همینجوری به درخت می‌زدن، برگای درخت زیتون طلا و نقره میریخت تو دامن این شخص. برگای درخت با یه اشاره حضرت همه نقره و طلا میشد، انقدر ریخت گفت آقا بس دیگه زیادم هست. این هم یه چشمه دیگه از حاج آقا تنبل نژاد. و حتی حدیث داریم کسی که شب وضو میگیره میخوابه تا صبح براش عبادت مینویسن. چقدر راحت. شما 1 دقیقه وضو میگیری ولی تا صبح برات عبادت مینویسن. و این نورانیت همراه شماست. یا حدیث داریم کسی با وضو از دنیا بره مات شهیدا. عجیبه. مثل این که شهید از دنیا این بعضی از آخونده هم دیدن دیگه منبر و روزه و این حرفا جواب نداره، زدن تو خط شاخبازی تو اینستاگرام و استوری های خفن. این شما و این حجت الاسلام ترن هوایی داره حالمون به هم میخوره. ترسیدی؟ ترسیدی چیز خوبی هستش، باید زندگی رو به تفریح اختصاص داد به طبق گفته امام باقر علیه السلام. بقیه‌شو بعدا بهتون میگم. خداحافظ. کریسمس نزدیکه و جا داره خبر تو خبر این هفته رو با یه هدیه کریسمس متفاوت به پایان ببریم.